ماها مهمتر همینه که من در کدام محفل نشستم باشم و شاید من راستی در اراده خودم در قلب خودم میگذارم که ای کاش آنچه را که من در اینجا میرسانم خدا کنه که یکی از این باشندگان یعنی محفل محبتش توفیقش ذوقش با دین خدا زیاد شود. برادرای عزیز و گرامی، این محفل تویه و دادن ما خسرو بگیم در یک زندگی مستقلانه قدم میزنم. باید که اصلا من وقتی که یک بگیم نواری را تماشا کردم در شهر تایلند که تایلند برادرای عزیز شما اگر دانید اصلا اکثر مردمش بود پرستند، ولی بازم همین پیش از زن گرفتن و شوهر کردن 6 ماه اینا درسی زناشویی میخونند. بعد این درس زناشویی را تمام کردن بگیم با اصطلاح های امروزه سرتیفیکت میگیرن. همون سرتیفیکت که گرفتن، اجازت نامه را که گرفتن، بعد اینا میتونن مثال زن و شوهر مثال شوان گفته اینها در همین حالت بعد اجازت میشوند. چلی که ما و شما نمی پرور تا نگیریم اگر ماشین حیکه نمیتونیم یا مثال اجازت ماشین حیک کردن نیست و مثال همینه. ولی برادران عزیز و گرامی، افسوس که امروز دادرای ما و خواهرای ما همون مسئولیتایی که در زندگی از همین چیز آگاهی ندارند. افسوس برادرای عزیز. فقط برادرها، منم فرزند همین بگیم توجیکیم، فرزند ملتیم، منم در بین مردم به وای رسیدم و در بین مردم بسیار گشت و گذار کردم، بسیار دیدم، بسیار نشستم و بسیار آموختم که مردم ما تا چه اندازه سطح فهمیشش، دانیشش، مقصد معاملهش، زندگیش و همه ای ما برادرای عزیز بگیم آشنا شدیم، ما شناس شدیم. و این خاطر اینقدر درسای بهترینی که ما در دین داریم نه در تایلند هست، نه در امریکا هست، نه در یگان روی دنیا. این تعلیمات زیبایی که ما داریم، این مکتب بزرگی که این اسلام داره هیچ جا نداره. لیکن افسوس برادران عزیز و گرامی که همین بسیاری چیزهای ما را همون مردم گلچین کرده گرفتگی هست و با ما و شما یک معامله بسیار درشت زیشتی را باقی ماندگی که دیگر برادرها در زندگی ما باور کنید رنگی همین راحت نداری، بگیم هیچ لذت از زندگی را مقصد چشیده نمیتونی. به همین خاطر دادرها خواهرای ما از همین مسئولیت بسیار بیخبر موندن و همین زنگیر یا همین شوهر میکردگی فقط بیشتر در ما فکر جاگه خواب شد. همین قدر اندیشه داره که همین زن و شوهری معناش همه که فقط باید که اینا هر روز باید که همخوابه باشن. تمام پشت ایده دیگر چی وظیفه ها هست برادرای عزیز بسیار این چیزا را ما و شما دیگر فراموش کرده. الله را ببینید در سوره مبارکه نساء آیت 19 الله مهربان چی میگه؟ میگه و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، اللهی که اینقدر بزرگه، اینقدر توانایی داره، اللهی که شما در سوره اخلاص میخونید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یک اللهی هست که برادرای عزیز کسی او را نزاید، از کسی زایده هم نشد. اللهی که یکتاست، هیچ وقت مشاور نداره، مصلحت چی نداره، از کسی هم مصلحت نمیگیره. اللهی هست که هیچ قدرت، هیچ توانایی اگر تمام دنیا جمع شوند هیچ وقت با قدرت توانایی الله برابر شده نمیتونه.
با همین قدر بزرگیش چی میگه؟ میگه که اینمی خسرو اشاره اگر به سوی خسرو کنم اگرچه این آمای برادر عزیز این به همه ما و شما دخل دارد ولی امروز که خسرو دادر ما که به این زندگی رفتید سای ما همچون یک برادر او مصلحت میتیم از آیت قرآن اگر گوش کنه و معامله کنه خوش به حالش اگر نکرد و اهمیت نداد وای به حالش برای همین الله ربی چی میگه؟ میگه باید همین خسرو مادامی که الله که ریزاگیش در همین دخترک داد اولا من برادر عزیز ده ها باریت اشاره کردم که پیامبر ما گفتگی است که تون که حلمت علی هر بایی شما زنها را از 4 جهت انتخاب میکنید ببین از 4 جهت شما مثلا زن انتخاب میکنید لیمالی ها ولی حسبی ها ببین یکم انتخاب شما همیه نگاه میکنید که زن مالدار باشه بعد او را مقصد نکاح کردن میگیریم برای خاطر مالش نفرهایی هستند میگه که زنها را برای خاطر نسبش میبینن که دختری کیه ایرا اولادش کیه بعضی ها گفتن نسب دنبالگیری میکنن سیمیوش گفتن که لی جمالی ها فقط خوشرو میکوان دختری خوشرو باشه 4 ولی دینی ها پیامبر گفت دیگر امت های من گفت دینداری دخترک ها را نگاه میکنن و در اخیر حضرت بچه گفت که فعلیکم بذات دین تریبت یداک با امتش مصلحت داد که ای امتی من اگر شما زنی را که دیندار باشد او را اگر شما در زندگی انتخاب کنید هر آینه چی می شود؟ اگر زنی را که مثال شما برای دینداریش اگر انتخاب کنین حضرتان که اینجا در تریبت یداک دستاتون بالا میشه یعنی زندگی هاتون با خیر میشه زندگی هاتون با برکت میشه زیرا دادرای عزیز آلی امروز در یک عصر ما قرار گرفتیم که جوانای ما که بسیار به توفیق شیدگی‌اند فقط همین پولدار میکوند فقط خوشرو میکوند فقط دختری فلانی و باشد گفته مثال دنبال همیو میگردن ولی بعد در زندگی بسیار عذاب میکشند بسیار اذیت میبینند